مغول‌ها خوب بودن یا بد، ویرانگر یا سازنده؟ تا آخر این ویدیو بمون تا خودت قضاوت کنی. چنگیزخان، نابودی خوارزمشاهیان، قتل عام و نابودی نیشابور و سمرقند و بخارا و مرو و بلخ، سرنوشت مرگ طبیعی. هولاکوخان، تأسیس سلسله ایلخانیان در ایران، فتح قلعه علمود و پایان اسماعیلیان، فتح بغداد و نابودی تمام کتاب‌ها و سرنگونی خلافت عباسی، سرنوشت مرگ طبیعی در همدان. آباقاخان، ثبات نسبی در ایران، ارتباط با اروپا علیه مسلمانان مصر، سرنوشت مرگ طبیعی. احمدخان، نخستین پادشاه مسلمان مغول، بازسازی مراکز دینی و تلاش برای نزدیک شدن به مسلمانان مصر، سرنوشت کشته شدن توسط برادرزاده‌اش ارغون خان. ارغون خان ضد اسلام، حامی پزشکان یهودی و مسیحی، ساخت مراکز درمانی در تبریز و اصلاحات مالی و اداری در ایران به کمک وزیر معروفش سعدالدوله، سرنوشت ترور توسط درباریان. گیخاتو خان، معرفی اولین پول کاغذی در ایران، نارضایتی عمومی شدید و ترور توسط درباریانش. بایدو خان، مورد حمایت اشراف مغول و حکومتی بسیار کوتاه، سرنوشت کشته شدن توسط قازان خان. قازان خان یا محمود، پذیرش اسلام و رسمی کردن دین اسلام در ایران، اصلاحات اداری و مالی گسترده، حمایت از نخبه‌هایی چون رشیدالدین فضل‌الله، ساخت بیمارستان‌ها و مدرسه و کاروانسرا، سرنوشت مرگ طبیعی. محمد خدابنده، ترویج شیعه 12 امامی، ساخت گنبد سلطانیه در زنجان، دربارش محلی برای علم و هنر و فلسفه بود، سرنوشت مرگ طبیعی. بهادرخان، آخرین ایلخان قدرتمند، توانا در جنگیدن و دوستدار علم و فرهنگ، سرنوشت مرگ در 30 سالگی، احتمالاً ترور با مسمومیت. بعد از بهادرخان ایران تجزیه شد و حکومت‌های محلی مثل جولاریان، چوبانیان، سربداران و بعد هم تیموریان روی کار اومد. من بهروزم اینجا فکت هیستوری. اگه به تاریخ علاقه داری پیج ما رو حتما فالو کن.